باید یادآور شویم که این لحظه برنامه صحبت سریراهی است و همراه و همسفر و همصحبت ما در این برنامه شاعر مردمی تاجیکستان استاد بازاری صابر. نخست استاد شما رو به جشن نوروز که در پیش ایستاده است، به فصل بهار تبریک میکنیم. چه ارتباط دارد شاعر به طبیعت؟ مثلا از اشعار کلاسیکان اگر مطالعه کنیم، بهار خیلی برعلا وصف شده است و در معاصرین هم همین گونه، از جمله در اشعار خود شما. و اگر به اشعار شاعران روستابا رو آریم، فصل تیرماه وصف کردند. مهم اینجا این است که طبیعت شعر میدهد به شاعر یا شاعر از طبیعت شعر میگیرد. موردی که شما درباره بهار می‌نویسید همانا یا درباره جوانی می‌نویسید، همه تشبیه ها را یا از جوانی میگیرید یا از بهار. مثلا وقتی که شعر جوانی که می‌نویسید هیچگاه به تشبیه از طبیعت نمی‌شود. خواه ناخواه جوانی را با گل و با سبزه و با شکوفه و با همه عنصر طبیعت مقایسه میکنید. استاد مثلا شما در یک شعر گفتید بهار آمد، بهار آمد، بهار آمد. اگر با چشم دوری را نمیبینید، دوربین چشمه را بینید، هر آن کس از شما دور است میبینید. یا که در بهار مثلا همیشه در کنار یارو شما تلقین کردید. در مقایسه مثلا وقتی که جویبار جوی آب میتپد، همانا این تپیدن نبض آدم است. مقایسهش تپیدن نبض جوانی و یا تپیدن دل جوان. و وقتی که آب در دریا نمی گنجد، همین هم در مقایسه وقت جوش و خروش جوانی است که خون آدم، خون جوان در جریانش در شهرگش نمی گنجد. این یک مقایسه است. و مقایسه دیگر که وقتی که گل و شکوفه و لاله، خصوصا وقتی که لاله‌زار مثلا لاله‌زار مشاهده میکنید که همچین آتش از زمین شعله زده میبراید، این هم مقایسه دل جوانی است. و شعر و شاعری عموما مال جوانی است. مستفید شعر گفتنش نمیزیبد. مستفید پند و نصیحت مثلا میزیبد. خب قصه و افسانه میزیبد. اما شعر جوانی برای مستفید نمیزیبد. شعر جوانی را جوان میگوید. و طبیعت و جوانی و شعر و شاعری که ما گفتیم همیشه با همند. اینها همه توأمانند، توأمان. اینا را از هم جدا کردن ناممکن است. نمیشود. مثلا همین طبیعت پیش از همه ما زاده کوهستانیم. اولین استاد هر یک هنرمند و شاعر است. شاید انا همین با رسیدن بهار قسمت زیادی اشعار شما، دفترهای شعری شما ایجاد شده باشند. کوشش میکنم که از طبیعت ابرازهای تازه تر، بهتر، ابرازهای ساده مرکب نه، ابرازهای ساده عام فهم پیدا کنم. همیشه این دسترس نمیشود ولی گاه می شود. مثلا این چشمه را نگاه کن، یک لحظه ترک ره کن. این چشمه میزند چشمی زنانه دارد. در واقع وقتی که چشمه میجوشد مثل که آدم چشمک میزند. همینطور هست. وقتی که چشم میزنه بعد شعر ننویسی او بالا است. وای حیف. وقتی که با تو چشم میزند، وقتی که با تو مثلا گل باران زده چشمک میزند، شعر ننویسی، بسیار حیف. وقتی که لاله میجوشد، لاله همچون آتش شعله‌ور میشود، تو هم از میان لاله‌زار به پروا گذری، اگر این گناه عظیم است. بیشتر مردم قشلاق در همین ذوق طبیعت پرورده میشوند، چون که با طبیعت مخلوطند و این هر طبیعت در اطراف اونا هست. هر روز میبینن، هر روز دست میزنن، هر روز با او سر و کار دارن. برای همین هر روز میآموزن و برای اونا در موضوع طبیعت شعر گفتن آسانتر است واقعا.
واقعا استاد چون شعر از کلمه شعور عربی گرفته شده باشد باید اون شعور شعر گوید که دارای خرد و علم باشد صاحب اون شعور پس اون شعوری که از خرد و علم دور از شعر میگوید چی ضربه به ادبیات و شعر دارد ما فقط شعر از شعور است این دقیقا درست است شعر از کلمه یا تعبیر شعور است و ما فقط از شعور شعر نداریم مثلا ما داریم شعری که واقعا از شعور است مثلا غزل‌های عشقی مثلا غزل‌های مثلا داستان‌های عشقی مثلا لیلی مجنون یا که یوسف و زلیخا یا که مثلا منیژه بیژن که فردوسی نوشته است و همه اینا همه مال واقعی شعورند مال واقعی هستند لیکن ما داریم اصطلاح ادبیات این یعنی از ادب است یعنی ادب یعنی چی اخلاق ما بیشتری ادبیات ما مال ادبیات است مال اخلاق است مال پند و نصیحت و تعلیم و تربیه است ولی یک حصهش مال شعر است چرا که گفتم غزل مثلا غزلیات همه شاعر مال شعور است پس استاد مورد اون است که از مال شعور یا از مال ادبیات برای بیننده یگان شعر بخونیم اکنون سخن از جوانی و طبیعت و شعر و شاعری رفت چیزی که در حیات آدم از همه بیشتر ارزش دارد و خاطره های شیرین و خاطره های ماندنی دارد همین جوانی است مثلا جوانی یعنی چی؟ جوانی یعنی عشق یعنی عشق و عشق ورزی یعنی دوست داشتن و دوست بودن و این در هر صورت خاک با برار است خواه بیبرار است خاک تلخ است خاک شیرین است همیشه در حیات باقی میماند همیشه و آدم در بعد از این شما فقط با یاد همون روزا زنده اید کوچه های جوانی هم شب و روز بوی عطر زنانه میکردند بوی عطر زنانه از هر سوی بوی عطر زنانه از هر کوی غیر از این بو نمیکردند کوچه بوسه های لبسوزم کوچه قصه های دلسوزم کوچه های 1001 شب من کوچه های 1001 تب من کوچه های جوانی هم شب و روز بوی عطر زنانه میکردند کوچه چشمهای میرنبی چشمهای سیاه الماسی که با یک قیرهش نظر میکرد رخنه در شیشه جگر میکرد کوچه سوریه که در کفشش دوستگانه شراب میخوردم من که از جام نمیخوردم کوچه نازکه که نازش را نازبالین و نازبو کردم من که دست خدا نمیبوسم سجده بر خاک پای او کردم کوچه های جوانی هم شب و روز بوی چی میکردن؟ عطر زنانه میکردن بوی عطر زنانه از هر سوی بوی عطر زنانه از هر کوی کوچه بوسه های لبسوزم کوچه قصه های دلسوزم کوچه های 1001 شب من کوچه های 1001 تب من استاد وقتی که اینقدر بورا احساس کردید تصویر کردید با شکوه میکنید که پیر شدم نه این همون خاطره همون روز است خودی همون روزا نیست این خاطره همون جوانی ها است یک بیت دیگر از همون شعر شما میارم که میگوید ای عاشقان در شبچرای بوسه ها من بودم و مهتاب بود پیش از شما در کوچه پیش از شما در کوچه ها راست
راست بودیم، همه روزا بودند، روزای خوب بودند. тамоми шоирони тавоно бо мурури замон бо гузашти гузораи солҳо шеъри худро таҷдиди назар мекунанд. агар аз ашъори муъмин қаноат бигирем, дар васфи восеъ навистанд, байтеро аз мисраи дуюм ибораша иваз карданд. кунда аз зери ду пояш дур шуд, бин чаноре ба чаноре ҷур шуд. ҳамин мисраи дуюмда бин чанореро бо шаҳчанор иваз кард ва куллан ҳамин шеър маънии дигарро гирифт, яъне ки васфи қаҳрамонро боло гузошт. аз чанор шаҳчаноре бо чаноре ҷур шуд. мақсади ман аз он иборат аст ки устод, шумо дар дафтари шеърҳоятон баъди таҷдиди назар шеърҳо ба куллӣ тағйир меёбанд, шеъри дигар ба бор меояд. чаро? واقعا مومن قناعت بهتر عوض کرده، بهتر نوشته. از او شهچنار با چنار جور شد، این بهتر. این بهتر شهچنار یعنی قد و قامت واسع و در چنار رو وقته بودن اونه. این بهتر، این بهتر. اما همیشه کامیاب دیدم. من بسیار میکنم این کار را. بعضا شعرهای خوب و ویران میکنم. بعضا فکر میکنم که بهتر میکنم، لیکن در اصل بعد چند وقت میبینم که نه بدتر کردم. میشه طبیعی است. مثلا همین دیوان کبیر اکثر غزل‌ها چندین واریانت دارند. فقط یک چندین واریانت که در یکیش میخواند 4 مصرعش نیست، در دیگرش میخواند که با 4 مصرع دیگر است. همین خیلی واریانت های زیاد دارند، خصوصا در دیوان کبیر بسیار است، بسیار وام میخورد. مثلا در دیوان کبیر در یک نسخه هست، در یک نسخه نیست، در یک نسخه بهتر. مثلا در نسخه ای که این مصرع ها نیستن، نسخه بهتر نیست، اما نسخه ای که این از دیده گوهر ریزم، از سینه شرر ریزم، از دیده گوهر ریزم، از سینه شرر ریزم، لعل و گوهر و یاقوت از خون جگر ریزم. این نسخه بهتر، اما من موفق نمیشم، اکثرا در این کار موفق نمیشم. استاد میگه موفق نمیشم، پس چرا دست میزنید؟ اگر من نمیدونم، این در اراده من نیست، در اراده من نیست، به اختیار میشود. استاد بود زمانی که خواستید از نظم دور روید به نثر رو بیارید؟ نبود. نبود؟ نبود. اگر می بود چی می آفریدید؟ عموما شاعرای خوب نویسنده بهترین میشوند. از روی قاعده شاعرای خوب بهترین نویسنده میشوند. اما نویسنده های خوب هیچ وقت شاعر نمیشوند. اینم قاعده شمینه. چرا؟ چون که ذوق شاعر همیشه از ذوق نویسنده بلندتر است. گرایش، ذوق بینشش از ذوق نویسنده بالا است. برای همین شاعر خوب بهترین نویسنده می شود، ولی نویسنده خوب شاعر نمی شود. با تعبیر شما در شعر وطن شیر و شعر دیدن، در مور وطن میر دیدن و در کوه وطن کوه دیدن. یعنی شاعر باید همین چیزها را ببیند. باید بینی و مشاهده کنی. اما همه چیز هیچی نیست. مال بینیش نیست، مال ذهن است. بیشتر چیزهایی که از ذهن پیدا میشن، در ذهن. ابراز ها، عباره های گیرایی، عباره های پر احساس، اینا همه بیشتر مال ذهنن، از ذهن می آیند. برای همین ذهن گیرا، ذهن تیز داشته باشی شاعری خوب میشه با بالای این همه مشاهده ها. پس انمو ذهن گیرای شاعر توانا با شعرش چی سهیم است در تربیه ملت و نسل جدید؟ اگه مقام ادیب است. مقام همه ادیب همین است که ادیبای خوب همیشه وطن پرست بودند، همیشه ملت دوست بودند، همیشه با خلق بودند و این مقام ادیب‌های بزرگ است. مقام ادیب‌های بزرگ که اونا مثلا فردوسی مقام این شخصیت است، مقام ما نه.
مقام شخصیت‌های بزرگ ادبی که مثلا در تاریخ ادبیات ما فردوسی است، در تاریخ ادبیات ما خیلی با علی سینا است، در تاریخ ادبیات ما خیلی بیرونی است و این مقام هر شاعر نیست، هر شاعر این توانایی را ندارد. این شاعر این مثل فردوسی بودن که گفته است اول از بالای کرسی بر زمین آمد سخن، او سخن را باز بالا برد و بر کرسی نشاند. الان این مقام اینا است، مقام ما نیست. ما شاعرای مقرریم. وقتی که شاعر ایجاد میکند خواننده هوادار شعر او را میخواند، از آن خیرات یافت، از آن یک راهنمایی یافت، پس بهای شاعر را مردم میدهد، همون خواننده میدهد که شاعر تا کجا توانا است. و خواننده هم باید خواننده باشد. خواننده بیسواد هم پر است. خواننده که با خواننده هم خواننده دارد. مثلا خواننده های چقدر که شاعرای خوب میشوند، ادیبای بزرگ میشوند، همینطور با خواننده ها در کارند. شاعر هم در حراس است که شعر او را خواننده نمیفهمد. هست. شاعر همیشه فکر میکنه که همین گپش آیا به ذهن مردم میخورد، همین گپش آیا مردم میفهمند که تو چی گفتی. برای همین شاعرهای مشکل بیان میگویند شاعرهای سهل بیان، و شاعرهای سهل بیان مردم بیشتر قبول میکنند، شاعرهای مشکل بیان کمتر. مثلا برای خواندن شعر بدیل خواننده مقرری نمیشود، خواننده بدیلانه در کار. برای خواننده شعر صایب خواننده مقرری نمیشود، خواننده صایبانه در کار. اما برای خواندن شعر مثلا هلالی خواننده مقرری میشود. برای خواندن مثلا شعر شاعری همین مقرری خواننده مقرری میشود. شما شعر می‌نویسید، از اول انتقاد شعر شاعر بود. آغاز تنقید ادبی کم شده است، اما پیشتر شعر هم در جوش خروش بود، شعرگویی هم شاعران هم بسیار فعال بودند و تنقید ادبی هم در جریان ادبیات بود. ولی تنقید قریب ما مقاله تنقیدی نخواندم، در مطبوعات نمیبینم. اما این شعر شاعری مثل موسیقی هیچ وقت از بین نمیرود. تا زمانی که آدم با موسیقی هست، با شعر شاعری هم هست. چون استاد در بالا قید کردید، گفتید تا زمانی که انسان هست شعر و شاعر هست. پس امروز موقع شعر تاجیک رو میان دیگر دولت‌هایی که با ما هم فرهنگ است چگونه ارزیابی میکنید؟ شعر نمایی که میگن ایرانی‌ها بهترین شعر ایران است. شعر یعنی ادبیات، در ادبیات نوین ایران مکتب شعر نمایی یا سبک نمایی بهترین شعر تمام فارسی زبان است. مثلا شعر نادرپور، شعر اخوان سالس، شعر سایه، شعر سیاوش کسرایی، شعر فروغ فرخزاد، شعر بهبهانی بهترین نمونه بهترین شعر ادبیات فارسی سالهای اخیرند. و ما هم از همونیم، ما هم از همون سبک هموناییم. ما هم در همون جریان شعر نمایی تربیت یافته‌ایم، در همون مکتب ما هم همون است. مثلا شخصا مکتب من همون است. شعر امروزی ایران شعر نیست، باور کنید نکنید شعر نیست. همه غزل‌های با همون غزل‌های ابسترکتی، غزل‌های مجرد، غزل‌های تصوفی، غزل‌های مذهبی، این هم خیلی هست. من این شعر نمیگم. و همچنین شعر افغان و همین شعر امروزی حال تاجیک که ما تنقید کردیم، نه او در نسبت اینا تنقید نمیشود، از هر دویش بهتر است. اما مکتب عمومی همان مشترک است، جای گپ نیست، مشترک است. ما خواننده اونیم، اونا خواننده ما. استاد عیان است که از نسل شما شروع کرده در زمان شوروی برای
ана ҳамин ҷашни аҷдодӣ наврӯз ҷонталошиҳо карданд ва дар замони соҳибистиқлолӣ бо кӯмаку талоши абармардони роҳи сиёсат бахусус сардори давлат ва ҳамовозии давлатҳои ҳамфарҳанг наврӯзи аҷдодӣ аммо наврӯзи байналмилалӣ шуд, иди башар шуд. пас назари шумо устод дар ин маврид? наврӯз буд, дар деҳот ҳамеша буд, дар қишлоқпора, қишлоқҷойҳо ҳамеша сари сол гуфта наврӯз ҷашн мегирифтанд, вале расман ҳукумативу давлатӣ набуд. акнун он вақто наврӯза як унсури динӣ меҳисобиданд, унсури динӣ ва ҳеҷ кас намегӯфт ки наврӯз ҳанӯз дин дар дунё, масалан ҳамин ҳанӯз ислом ё христианӣ дар дунё вуҷуд надошт, вале наврӯз буд. ина як касе фикр намекард, ҳама мегуфтанд ки диния. ва ниҳоят ирӯз фақат масалан ҷашни мо не, ҷашни дунявӣ шуд наврӯз. ва ин рӯз дигар дар бораи наврӯз баҳсу талошу кашокашу муҳокима дар кор нест. ҷашне ки дар сатҳи тамоми ҳукуматҳои алалхусус мо ва ҳамсояҳои мо ҷашн гирифта мешавад. бинобар ин ман агар имрӯз бо дили пур бе ҳеҷ тарсу ваҳм мегӯям ки бародар, иди наврӯзат муборак, баробар шуд чӣ? Шабу рӯзат муборак. устод, аз анамун шеъри шоире шеъре агар ҳаст байтеро пайдо кардам. рӯзи наврӯз аст ҳар рӯзе халқи миллале, дар ҷаҳон чун зодрӯзи шоире идаш кунад. чӣ иртибот дорад анамун наврӯз ба зодрӯзи шоир? наврӯзу зодрӯзи шоир ин тавъамонанд. яъне чӣ қадar ки мо наврӯза ҷашн мегирему, наврӯза истиқбол мекунем, масалан зодрӯзи фирдавсиро ту чӣ қадar истиқбол намекунӣ? зодрӯзи фирдавсӣ аз наврӯз кам нест, ҳеҷ кам нест. шояд хотиро аз ҳамун замони кӯдакӣ буд ки вақте наврӯз фаро мерасид беқарорӣ мекашидед ки чӣ гуна ба ҷашн биравед ва модар чӣ мепӯхт? он замон мо дар гирди деги коса мегаштем. гирди деги коса, гирди деги давда, гирди деги умоч мегаштем. мо вай будем. мо ҳамон бозингаракҳои гирди дегу косаву алови наврӯзиву оташи наврӯзиву ҳамин будем. ва хотираҳои кӯдакӣ бисёр дур аст, вале ширин аст, ки ҳамин ҳар сари сол мо ҳамин аз ҳамаи дару девол ба ҳамин як хирманҷо ё ки сари кӯча мерехтем. дар ҳамон ки дег мемонданд, дегҳои наврӯзӣ қаторак мемонданд. як дегда масалан давда, як дегда масалан сиёалав, як дегда умочи пудина. ва яке аз хурсандиҳои баҳорӣ, яке аз шодиҳои калони баҳории мо анамун сари сол буд. чун дар зимистон инсон масалан зардӣ мегирад, заиф мешавад ва шояд ҳамин аз мушоҳидаҳои замони кӯдакӣ бошад, аз ҳамон мушоҳида бошад ки дар шеъре гуфтагед ба оташ ва аз гузаштагони мо ҳамин анъанаи наврӯз буд. ба оташ мегуфтанд сурхии рӯятро биде, зардии рӯямро бигир. ҳамина шумо истифода кардаед. хуб, آخه آدم یک جزء طبیعت است. آدم از طبیعت هیچ جدا نیست. آدم همه چیزی که در طبیعت هست با همند. چه آدم، چه درخت، چه سبزه، چه همه جاندار و جانزاد طبیعت با همند. و در مورد که طبیعت خزان می شود، آدم هم پژمرده می شود بودگی گواه، خصوصا در مورد پیری. بعد از زمستان که می روی همین دودخانه های زمستان و علو نوروزی، آتش گلخان نوروزی که می زنند، خیلی دیده، همه دیده است. قیباله و جست و خیز میکنه. از تو هم صد التجا، از تو هم صد التماس. زردی رویم را بگیر، سرخی رویت را بده. سردی رویم را بگیر، گرمی رویت را بده. این سرود خلقی بود. در همین شکل با همین مانند بود. من از ما ساختم. و قسم اولش از ترانه‌های اوستایی است.
استاد مورد اون رسید که صحبتم خیلی طولانی شد. میخوام که یک شعر دیگه از شما را هم ما هم بیننده‌های تلویزیون سفینه بشنوند. این من استونه که میخوانم. تو هر غروب نظر میکنی به خانه من. این هم خاطره های جوانی هست. مثل اوله. تو هر غروب نظر میکنی به خانه من، دریغ پنجره خاموش و خانه تاریک است. خیال کیست در آن سوی شیشه های کبود که از تو دور ولی با دل تو نزدیک است. هنوز میشنوم شب از هجوم خیال صدای گرم تو را در سکوت خانه. هنوز با گوش کودک گریان ترانه میخواندی، مرا ز خواب برانگیزد آن ترانه. هنوز چی شد چگونه شده به نشان کبوتر بخت که خواب ما با سبکبالی سپیده گذشت. جهان کر است و من آن گنگ خواب دیده. هنوز جهان کر است و من آن گنگ خواب دیده. هنوز چه ها که در دل این گنگ خواب دیده گذشت. تو هر غروب نظر میکنی به خانه من، دریغ پنجره خاموش و خانه تاریک است. خیال کیست در آن سوی شیشه های کبود که از تو دور ولی با دل تو نزدیک است. تشکر. با یک بار دیگر برادر عید نوروزت مبارک. برابر شد شب و روزت مبارک. استاد برای یک صحبت صمیمی، برای که دعوت ما را قبول کردید، یک جهان تشکر. خدا کند که با شعرهای شما تازه به تازه تعلیف شوند و نو به تازه نو به نو تعلیف شوند و از تلویزیون سفینه منظوری بیننده ها گردند و هواداران شعرتان. زنده باد.